یکی از ابزارهای دشمنان ایجاد تفرقه است بین ما. من اصرار دارم بر این موضوع تکیه کنم، تأکید کنم. برادران، خواهران، مسلمانان دنیای اسلام، اگر این صدا به گوش شما خواهد رسید، اون روزی که کلمه سنی و شیعه در ادبیات آمریکایی ها پیدا شد، ما نگران شدیم. اهل نظر همه نگران شدن. سنی و شیعه با آمریکا چه ارتباط داره؟ فلان سیاستمدار یهودی صهیونیست آمریکایی که جز شرارت علیه اسلام و مسلمین از او ممکن نیست سر بزند، او چه کار داره که بیاد بین سنی شیعه در دنیای اسلام قضاوت بکنه؟ راجع به سنی یک چیزی بگه، راجع به شیعه یک چیزی بگه. از وقتی ادبیات سنی و شیعه در کلمات آمریکایی ها ظهور پیدا کرد، اینجا کسانی که اهل فهم و دقت بودن نگران شدند. فهمیدن که یک کار جدید در شرف انجام است.